قیمت این ماشین بیشتر از 2 میلیون دلار هستش و نسخه کاملا ارتقا یافته فورد جی تیه. 355 کیلومتر بر ساعت میره و تماما جنسش از فیبر کربن هستش. رنگ این خودرو یک رنگ بسیار خاص و گران قیمت به اسم آبی مسابقه‌ای که مخصوص ماشین‌های مسابقه‌ای هست و قیمت حدود 50,000 دلار داره. این مشخصاتی که شنیدید مال یک خودروی بسیار خاص به اسم لوی منصوری هستش. لوی منصوری همونطور که گفتم نسخه ارتقا یافته فورد جی تی و منصوری خودش به شخصا گفته که این بهترین تیونینگ کل عمر منه و خودش هم به شخص بسیار دوستش داره. این مرسدس بنزی که در حال مشاهدهش هستین یه مرسدس بنز عادی نیستش. یه مرسدس بنز با پیشرانه 4 لیتری و 899 اسب بخار قدرته. این مرسدس بنز میتونه 1200 نیوتن متر گشتاور تولید کنه و 0 تا 100ش فقط تو 4.5 ثانیه شکل میگیره. حد اکثر این خودرو 208 کیلومتر بر ساعته و بدنه کاملا فیبر کربن داره. قیمتش حدودا 700,000 دلار هستش. یه چیز خیلی کمیه واقعا برای مرسدس بنز تیونر شده. تمامی این مشخصاتی که شنیدین مال جناب آقای منصوری هستش که شرکت تیونینگشون به اسم خودشون هستن. ایشون تو سال 1339 متولد میشن و بچه چالوس هستن و از زمانی که 8 سال جنگ تحمیلی شروع میشه، یعنی تو مقطع دبیرستان، از ایران مهاجرت میکنن به انگلیس و خودشون گفتن که طراحی خودروهای لوکس و اونجا بهش علاقه پیدا کردن داخل انگلیس و در سن 29 سالگی اولین شرکتشون میزنه، اولین کار خودشو شروع میکنه و تا سال 2008 اولین فروش خودشو تجربه میکنه. بعد از 2008 که یه استون مارتین رو به قیمت 700,000 دلار میفروشه، آقای منصوری خیلی ماجرا دارن خب، ولی اینجا فرصت نیست که من براتون زیاد توضیح بدم. اگه دوست داشتین تو کامنت ها برام بنویسید حتما تا یه بخش مخصوصی برای شرکتشون اختصاص بدم. این بخش مخصوص ماشیناشون هست و خیلی هم کلیه، جزئی نیست. تو سال 2008 اولین فروششون رو تجربه میکنن که یه استون مارتین مدل اس بود و در سال 2015 عنوان بهترین تیونر دنیا رو کسب میکنن که هنوزم تا هنوزه یکی از بهترین تیونرهای دنیا شناخته میشن. خودروهایی که میتونم نام ببرم ازشون، خودروهای خیلی محبوبشون رولز رویزشون هستن، بوگاتیاشون هستن، فراریاشون هستن که افراد خیلی شاخصی از ایشون ماشینشون رو میارن تا براشون تیونر کنه. کسایی مثل کیم کارداشیان، من حتی شنیدم که کریستیانو رونالدو هم براشون ماشین برده تا تیونر کنن، ولی نمیدونم حقیقت داره یا شایعه است. کیم کارداشیان ولی صداقت داره، اینکه مانی خوشبین بوگاتیشون رو بردن صداقت داره. همچین افرادی ماشیناشون رو تحویل آقای منصوری میدن تا براشون تیونر کنن. این یعنی جلب اعتماد مشتریاشون بیشتر میگن که از آمریکا هستن و مشتریای کمی از ایران دارن. به شخص خودشون خیلی علاقه به فیبر کربن دارن و اکثر ماشیناشون بدنه رو فیبر کربن کامل میکنه تا سبکتر بشه و سرعت بیشتر رو بتونه طی کنه. ولی خب بعضی از جاها مثلا موتور ماشین رو نمیتونه زیادی تقویت کنه، مثل شرکت بوگاتی که بعد براتون توضیح میدم که چرا به هر کسی ماشین نمیفروشه. آره نمیتونه ماشینای مثل بوگاتی شیرون یا ویرون رو ببره و زیادی تقویت کنه، ولی یه چیزی مثل بنز جی کلاس رو راحت میتونه 100 از 200 اسب بهش اضافه کنه، مشکلی نداره. هم سبکترش میکنه، هم بدناشو زیباتر میکنه. یا یک ماشینی مثل بنز
مثل رولز رویز، مثل بعضی از فراری ها. حتی ایشون شرکت فراری هم ازشون شکایت کرد و شکایتش به این دلیل بود که فراری اسپایدر رو شبیه لافراری کردن. همین الان ویدیوش هم میذارم براتون. فراری اسپایدر رو شبیه لافراری کرد و فراری اومد بهش گیر داد، گفت آقا اون ماشینی که تو شبیهش ساختی و قیمتش $2 میلیون ولی اسپایدر قیمتش $700,000 $800,000 فوقش، تو $1 میلیون اختلافو با یک ظاهرسازی تغییر دادی. و مشتریان اومدن اعتراض کردن که بعد دوباره شکایت ها به جایی نرسید و مسئله خاتمه پیدا کرد. بعضن چند طرح هم برای ایران خودرو ارسال کردن که ایران خودرو موافقت نکرد، حالا به هر دلیلی کار ندارم. رویز رو خیلی دقت‌های زیادی داخلش کردن و واقعا حالا یه چند تا از مشخصات ماشیناشون رو براتون میخونم که یادداشت کردم. همین رویز هستش که قیمتش حدودا فکر کنم هنوز اصلا قیمت گذاریش نکردن و فکر کنم تو 6 ثانیه 0 تا 100 رو پر میکنه. یعنی ماشینی واقعا به این راحتی و نرمی که 6 ثانیه رو پر کنه و حد اکثر سرعتش 240 کیلومتر بر ساعت باشه، یه غوله، یه محشره، یه کار خیلی نابه. واقعا جای تعریف داره این ماشین. البته که ایشون فقط تو کار ماشین نیستن، بعد که جت اسکی و ماشینای گلف، حالا من اسم درستشون و اسم دقیق انگلیسیشون رو بلد نیستم، ماشینایی که مال گلف هستن و پولدارا بیشتر ازشون استفاده میکنن هم قبول میکنن که تیونینگ کنن. خب امیدوارم که اطلاعات خوبی رو در اختیارتون قرار داده باشم. اگه دوست داشتید میتونید کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، خیلی ممنون میشم. خوشحال شدم که از اینجای تا اینجای ویدیو همراهمون بودید. این قسمت رو کار نمی‌کنم. خوشحال شدم که تا اینجای ویدیو همراهمون بودید. امیدوارم حال دلتون خوش باشه و خدا نگهدار شما. یا علی بدرود.